که جایی میگفتن که خلاصه اینا موشک نیست، اینا نمیدونم دقت ندارن، اینا همینطور مثل آب گرم کنه میزنن. عملیات بعد صادقه یک از این حرفا زدن. دیده که چه حرفا زدم؟ شما دیدید که ما اولا این قدرت آتش تو شب اول با او قدرت انجام دادیم. هر روزم توی 12 روز گذشت با همه که پهپاده اینا می اومدن، پهپاده که شلیک موشک داشتن، پهپاده که اطلاعات جمع میکردن، هواپیمایی که می اومدن و واقعا تک تک این سکوهای ما رو به دنبال زدن بودن. آسمان رژیم صهیونیستی دست ما بود، زمین رژیم صهیونیستی دست ما بود. ما از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، جاهای مهمی که اقتصادیایی که اینها رو دنبال میکرد، صنایعی که اینها رو دنبال میکرد، ما اینا رو نقطه زنی زدیم. ما اینقدر کار رو دقیق انجام دادیم. این موشک‌ها اینقدر قدرت ما رو بالا برد. من به شما بگم به حال ما تست موشک‌ها رو داشتیم دیگه. ما یه وقتی تو کویر خودمون اینا رو تست میکردیم دیگه. من به شما میخوام بگم ما یه اتوبان شهید همت باز کرده بودیم از ایران به رژیم صهیونیستی. مرتب این اتوبان این موشک‌ها میرفتن.